میدونین چیه؟ رایان این چیه؟ نوار. نوار چی؟ کسی نگه وجدان. چی نگین؟ چیه؟ کاست. چی؟ نوار کاست. نواره؟ بگو اگه میدونی نوار اگه چیه؟ بلدی بگو. نمیدونم اسم کاملش نمیدونم. اسم کاملش نمیدونی؟ نه. نواره، نوار کاست. خب حالا محسن اینو بهش بده، ببین رابطه این دوتا رو میدونه. محسن نکن. بله ببین رابطه این دوتا رو میدونه. بیا. رابطه این دوتا رو میدونی چیه؟ میدونی؟ دیگه چه رابطه‌ای با هم دارن این دوتا؟ نمیدونم. ما اینو مینداختیم این تو اینجوری. نوار میبردیم اولش که اون سفیدیاش میومد. بعد دوباره میذاشتیمش توی ضبط گوش میکردیم این نوار کاستو. بعد بعضی موقع ها پاره میشد اینجوری میکنن. نکن. نیا کن این میاد اینجا بیرون. خب میبینی؟ بعد میومد بیرون توی ضبط گیر میکرد، گره میخورد به هم دیگه. بعد ما میآوردیمش بیرون، اینو جمع میکردیم. بعضی موقع ها گره خیلی گره کوری بود، اینجا رو قیچی میکردیم، اینجا رو هم قیچی میکردیم با یه نوار چسب خیلی باریک اینا رو به هم دیگه میچسبوندیم. بعد مثلا داشت میخوند میگه آهی سبا چون مدهوشم من میپرید وسطش یه چیزی آهی سبا مدهوشم اینو میرم. آره اون جمع میکرد اینجوری میشد. نه. نمیدونی چیه؟ واقعا چی؟ جعفر بده جعفر ببینیم میدونه چیه. جعفر آبرومون رو دیسکه. نه بلده، میگه اسمش دقیق یادم نیست. دیسکه، فلاپی دیسک به اینا میگفت. رایان اول اومده بود کامپیوتر اینا رو میذاشتیم توش، ظرفیتش خیلی زیاد بود، هولوش 80 کیلوبایت تا 1 خورده مگ. جدی دارم میگم. آره